کتاب نوبتی که در صحیفه 1000 کتاب معلومات می‌دهیم کتاب محبوبه نعمت‌زاده تحت عنوان لفظ مادری میباشد. کتاب نامبرده از طریق مؤسسه نشریوی معارف سال 2019 نشر شده است. کتاب از 24 صحیفه یعنی 1/5 جزء چاپی عبارت است. صحیفه های درون کتاب یک رنگه بوده مقابلش رنگه میباشد. کتاب با صفت اعلی در مطبعه جمعیت دارای مسئولیتش محدود پلیگراف گروپ با تعداد 6000 نسخه چاپ شده است. این کتاب برای آنهایی که میخواهند با ایجادیات محبوبه نعمت‌زاده شناسایی پیدا کنند دستور خوبی است. کتاب را از مغازه‌های کتاب میتوانید دسترس نمایید. این بود معلومات مختصر درباره کتاب محبوبه نعمت‌زاده تحت عنوان لفظ مادری. محبوبه نعمت‌زاده در شهر دوشنبه در عائله کارگر به دنیا آمده است. ختم کرده مکتب میانه 15 پایتخت و بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان است. در کمیته دولتی تلویزیون و رادیوشنوانی تاجیکستان، در روزنامه و مجله‌های انباز، فیروزه و چشمه تاجیکستان و روزنامه شهر سمرقند ازبکستان به صفت مخبر مدیر بخش ادبیات و صنعت کار کرده است. در جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران همچون ترجمان و خبرنگار فعالیت کرده است. اساساً برای کودکان و نورستان می نویسد. مجموعه بسیار شعرهای حکایه‌هایش به مانند باران بهاری، دختری زرگر، مهربان، تولدت مبارک، بانوی بابا، گریه کنم یا اینکه نه، مادری جان، مادرم و غیره نشر شدند. از سال 1997 عضو اتفاق نویسندگان است. نوابسته از تضادهای زندگی با شما تنها کتاب همنشین و همصحبت است. زیرا یگانه دوستی که شما را فریب نمیدهد و بی آزار است این کتاب می باشد. کتاب خوانید و با ما باشید. پخش نمودن تومچی قید را فراموش نکنید. خیر دوستان عزیز، تا نشری نوبتی صحیفه 1000 کتاب.